5 عادتی که زندگی یک مسلمان را متحول می سازد. دوستان معزز، اگر این را احساس می کنی که در زندگیت برکت نیست، موفقیت نیست و هیچگاه به هدفت نائل نمی آیی، این را بدان که این 5 خصلت را، این 5 عادت را اگر در زندگیت اعیار بسازی، انشاءالله تعالی الله سبحانه و تعالی برکت را در زندگیت روزافزون بیشتر می سازد. 1. نماز خواندن اول وقت. بعضی انسانها اصلا به نماز توجهی نمی داشته باشند و هیچگاه نماز را نمی دانند که نماز یعنی چی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید نماز ستون دین است. نماز نور مؤمن است. نماز انسان را به خالق خود نزدیک می سازد. وقت و زمانی که ما و شما به خالق نزدیک شویم، هیچگاه مشکلات به سراغمان نمی آید. پس کوشش بکنیم که نماز را اول وقت بخوانیم. من حیث یک مسلمان، من حیثی که الله سبحانه و تعالی ما را خلق کرده و ما بندگی الله سبحانه و تعالی را انجام بدهیم. 2. تلاوت قرآن عظیم شان. ولو که یک صفحه هم اگر تلاوت میکنی در روز، ولیکن دوامدار تلاوت قرآن عظیم شان را هر روز انجام بده، همراه با ترجمه. الله سبحانه و تعالی برکت را در زندگیت بیشتر می سازد و زندگیت را متحول می سازد. وقتی که تو واقعا با تدبر و اندیشه قرآن عظیم شان را تلاوت کردی و از معنایش باخبر شدی، این را احساس می کنی که آرامش در قلبت، در روحت نائل می آید. 3. استغفار و ذکر الله سبحانه و تعالی را گفتن. حدی اقل روز 100 بار باید این عمل را انجام بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید وقتی که یک انسان مداوم ذکر الله سبحانه و تعالی را انجام بدهد، الله سبحانه و تعالی در قلب ازی مهر خدا، محبت خدا جابجا می کند و مهر تماما دوستای خدا در دل ازی جای بجای می شود و ایمان در قلب ازی وسعت پیدا می کند و نور پخش می شود و هیچگاه این شخص شیطان فریب نمی دهد این شخص را. حدی اقل روزی 100 بار. کدام ذکر را؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید بهترین ذکر لا اله الا الله می باشد. اگر این را شخص مؤمن و مسلمان هر روز انجام بدهد، الله سبحانه و تعالی زندگی از این را متحول می سازد و هیچگاه دچار مشکلات این بند نمی ماند. پدر از این ناراض نمی شود، مادر از این ناراض نمی شود، زن از این ناراض نمی شود، فرزند از این ناراض نمی شود، دوست و اقارب و خویشاوندان از این ناراض نمی شود. پس این است که الله سبحانه و تعالی با این می باشد. الله تعالی می فرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که با یاد الله سبحانه و تعالی قلبهای شما آرام می گیرد. پس این را بدان دوست گلم که باید ذکر الله سبحانه و تعالی را همیشه و وجه احسن انجام بدهیم. 4. صدقه دادن. گرچند صدقه کم می باشد ولیکن شرطی اساسیش این است که خاص به رضای الله سبحانه و تعالی می باشد. بسیاری از مردمان صدقه می دهد، به اندازه کوه صدقه می دهد، ولیکن متاسفانه بدبختانه آن صدقهش ریایی می باشد، رضایی نمی باشد. فقط به خاطر این که مردمان ما را خوب بگوید که من ثروتمند هستم، من دارایی‌دار هستم و از ما چاپلوسی بکند. این صدقه اصلا هیچی مثل ازی که بگیره به دریا خالی بکند و هیچ چیزی هم از آن پیدا نبکند. پس صدقه دادن ولو که به اندازه یک خرما باشد، به اندازه یک ذره باشد، ولیکن خاص به رضای الله سبحانه و تعالی باشد، الله سبحانه و تعالی از آن راضی باشد. 5.
نیکی و احسان برای پدر و مادر. رضایت پدر و مادر در رضایتمندی الله سبحانه و تعالی می باشد. وقتی که پدر و مادر راضی باشد، پروردگارم نیز راضی می باشد. وقتی که پدر و مادر دست به دعا می کند، اون را بدان که گنج موفقیت، گنج سرمایه با دعای پدر و مادر می شود. هرگاه که پدر و مادر دست به دعا کرد، بفهم که بهترین سرمایه را پیدا کردی، بهترین گنج را پیدا کردی و بهترین راه موفقیت را پیدا کرده ای دوست گلم. پس هدفت اگر به خاطر خوشبختی، به خاطر آرامش، به خاطر تسکین، به خاطر برکت، به خاطر اینکه زندگیت بهتر و خوبتر شود، باید این 5 راهکار اساسی را هر روز انجام بده. ان شاء الله تعالی برای تضمین می نمایم که برکت در زندگیت رونما می گردد و همیشه آرامش در قلبت پدیدار می شود و هیچگاه شما مایوس نشوید و همیشه از رحمت پروردگار امیدوار باشید. جا دارد که از حمایت های همیشگی شما سپاسگزاری نمایم. اگر این ویدیو خوشتان آمد، لایک و سابسکرایب یادتان نرود.